سلام دوستای ناب من، به کانال من خوش اومدین. زندگی نامه‌ای که امروز با هم میبینیم در مورد شروین حاجی آقاپور ملقب به شروینه که در مدت بسیار کوتاهی به هنرمند پرآوازه ایرانی تبدیل شد. آهنگش به نام برایه همه‌گیر شد و میلیون‌ها بار دیده گردید. این آهنگ از مجموعه توییت‌های کوتاه کاربران با مضمون برایه که در مورد دغدغه‌ها و آرزوها و خواسته‌هاشون در ایران بود شکل گرفت. در سال 1398 بود که شروین پا به برنامه عصر جدید شبکه 3 گذاشت. در مسابقه عصر جدید شروین رأی مردم رو نیاورد و برنده نشد، ولی از اون زمان اون 10 آهنگ و ویدیو ساخت که تعدادی از اونها بهار آمد، شاید بهش، بارون بندر هستند. شروین حاجی آقاپور متولد 10 فروردین 1376 در شهر بابله. یک خواهر بزرگتر از خودش به نام کمند داره. شغل وی هم اکنون آهنگسازی و ملودیه. مدتی هست که به خوانندگی رو آورده. شروع این روند در موسیقی بودن شروین از 8 سالگیه و با ساز ویولون شروع شده و از 12 سالگی آهنگسازی رو شروع کرده. هم اکنون نیز خود بیان می‌داره در حال آموختن بیشتره. دبیرستان رو در رشته ریاضی در دبیرستان تیسوشان بابل خونده و در دانشگاه فارغ التحصیل رشته اقتصاده. اون بیان می‌داره رشته اقتصاد رشته آسونی نیست، ولی وارد شدن به این رشته آسونه. به خاطر همین بود که اقتصاد رو انتخاب کرده. شروین بیان می‌داره که وقتی کوچیک بود متوجه علاقه‌مندیش به موسیقی میشه. در 8 سالگی با پدرش به کنسرتی میره و این کنسرت زندگی اون رو تحت تاثیر قرار میده و پس از اون در کلاس ویولون ثبت نام میکنه. استادان شروین در همان اوایل بیان میدارن که گوش بسیار قوی داره، میتونه آهنگ بسازه، چیزی رو اضافه کنه و هارمونی ها رو تغییر بده. بعد از ویولون به سازهای گیتار و پیانو علاقه‌مند میشه و پس از آموختن سازهای مادر در 12 سالگی پی میبره که به آهنگسازی و تنظیم علاقه‌منده. شروین میگه که همیشه از کودکی دوست داشته خلق کنه و به کارهای اجرایی هیچ علاقه‌ای نداشته. از یه جایی به بعد بجز تنظیم ملودی و آهنگ شعر نیز مینوشته. بعد از این مشتری‌هایی براش پیدا میشه. در این اثنا برای مشتریانش ملودی مینوشته و براشون اجرا میکرده. یکی از مشتریاش بهش میگه صدات خوبه ها، چرا نمیخونی؟ شروین هیچگاه از صداش خوشش نمیومده، ولی وقتی برای اطرافیانش میخونه از وی حمایت میکنند و این میشه شروع خوانندگی شروین بیان میداره زمانی که بتونی ملودی و تنظیم و شعر رو با هم انجام بدی، این پیوستگی باعث میشه که کار خوب از آب در بیاد. شروین همیشه خودش رو بیشتر آهنگساز میدونه تا خواننده. هیچ وقت دوست نداره ترانه و ملودی کسی دیگه رو بخونه. حس میکنه صداش برای ملودیای خودش ساخته شدن. شروین شخصیت محور نیست، دوست نداره از کسی تقلید کنه. افرادو بت نمیکنه. از محسن چاوشی، کیان پورتراب، سیروان و زانیار خسروی و در زمینه آهنگسازی علیرضا ریاضی رو دوست داره. اون بیان میداره مطمئنه که سبکش بارها و بارها تغییر خواهند کرد و هرچه سنش بالاتر میره علاقش هم تغییر میکنه و در زمینه آهنگسازی پخته تر میشه. موسیقی در زندگی شروین معجزه‌ای بوده و شروین بیان می‌داره من تمام دردها و غم‌هایم رو به صورت ملودی خلق کردم. شروین بیان می‌داره بزرگترین دردهای من به بهترین آثارم تبدیل شدند و خواهند شد. میگه هیچ لذتی بالاتر از این نیست که دردها و دغدغه‌هایت تبدیل به یک اثر هنری شوند. همیشه از تحصیل آکادمیک در رشته موسیقی ترس داره، چون میترسه تحصیلات آکادمیک به وی جهت بدن و روی کارش تأثیر بذارن. اون آزاد بودن رو دوست داره. اون وی فردی دوراندیش نیست و در جریان رودخانه زندگیش پیش میره. ولی دوست داره فردی موفق باشه و در مارکت شناخته شده بشه و در زمان نچندان کوتاهی این اتفاق هم براش افتاده. در مراسم گرمی 2023 جیل بایدن بانوی اول ایالات متحده آمریکا اولین جایزه گرمی بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی رو به شروین حاجی پور داد. آخرین آهنگ منتشر شده از شروین در صفحه اینستاگرامش آهنگی به نام آشغاله. دوستای من، امیدوارم از این زندگی نامه خوشتون اومده باشه.
و با ساب و لایک و کامنت از من حمایت کنین تا باز هم در کنارتون بیشتر باشم. ممنونم.